جناب استاد اکثریت میگن که کمک های قمر به ولایت های شرقی یا اگر واضح‌تر صحبت کنم به مناطقی که پشتون نشینا از بیشتر کمک ها میره. این ادعا تا چه اندازه درست است و دیدگاه شما چی است؟ به نظرم این اشتباه از طرف ماست که ما کمکایی که در ولایت بغلان میشه، در ولایتی که مثلا زیادترین برادرای فارسی زبان ما هستن، در اوجه ما رستگی نمیتونیم کنیم که او را در مردم نشان بدیم. اگر ببینید کلانترین مسجد ما در کجا جور میشه؟ فاریاب. بله. همچون پروژه دیگه ما، یتیمای ما کجاست؟ اولین مکتب ما کجا بوده که بدون شک او زیر قمری برانچ زیر قمر است. عموما یقین به امر قمر جداست و یک جا نیستن، لیکن در پروان است. زیادترین یتیما در کجاستن؟ در پروان هستند و اولین جایی که ما به یتیمان نان دادن شروع کردیم و همچون پروان است. مشکل در کجاست؟ چون خود ما از ولایت نورستان و لغمان از این ولایت ها میایم، به این ولایت ها زیاد سفر داریم، به می خاطر میتونیم مثلا اما کارهایی که میکنیم رو ویدیو کنیم. لیکن در ولایتی که ماشاءالله شما سفر داشتین ماه پیش و در اوجه کافی کاریا جریان داره، خصوصا بغلان و دیگرا، لیکن متاسفانه نمیتونیم رو همیشه بریم و خودمون ویدیو کنیم چون دور هستن. و می خاطر ولایت شمالی پروژه خواد بود، لیکن این هرگز کسی گفته نمیتونه به خاطر که چرا که ما حتی راست بگیم پشت افغانیت هم نیستم. من هیچ قصه افغانیت هم نیستم. کسی افغان است، تاجیک است، ازبک است، چینیز است، نه. به من چی مهم است؟ نمبر 1 که مسلمان است. اگه افریقایی است، بنگلادشی است یا ایرانی است، هر کس که است مسلمان است و در کاتگوری دوم انسان است. بس خلاص اولین کمک ما به مسلمان ها خود بود. اگر در بین مسلمان ها یک انسان دیگه هم مثلا هندوس یا بودیست است، هر کسی که است او هم مشتاق کمک بچه ها، چون به خاطر یک زن بسیار فقیر و سنکلان آمد دید که حالتش خراب است و یک صحابی پرسان که از عمر من خطاب که میتونیم به این ما کمک کنیم از بیت المال و گفت این چرا خوب بندی خدا نیست؟ یعنی راست بگم اقسم بالله قصه افغانیت هم نیستم، زبان خوبم. اگه او پشه‌ای است، نورستانی است یا پشتون است، هیچ هرگز نیست، اقسم بالله نیستم. چرا؟ به خاطر که پشتون بودن یا پشه‌ای بودن یا تاجیک بودن به ما در روز قیامت کمک نمیکنه. چی کمک میکنه؟ که ما به اخلاص به بنده الله سبحانه و تعالی کمک کردیم بدون که ببینیم کیسته. و این شما در دفتر ما دیده میتونید. دیگه الحمدلله هر رقم مردم آمدن کار کردن، پرسانش نمیکنیم از کدام ولایت هستی، از کدام قوم هستی، به چی کمک میکنی. و این آخر که باشن سهولت بدیم، در سال آخر شما ببینید برین در وبسایت ما راپور رو بخونین که به کدام قوم زیاد کمک شده و دوجه خود دیدن دوجه کل قوما انشالله داخل خود بودن. و یک چیز دیگه ما دوستا را شریک بسازم که صفحه دری بنیاد قمر 2,15,000 نفر است و طبعا فعالیتایی که در سمت دری زبان است کمتر میان و صفحه پشتوی ما الحمدلله 9,20,000. خواهش میکنم که صفحه دری را و این یک امکان داره به خاطر که پیش هم دو چیزا میکس بود و ماشاءالله کدام وقت که بخش دری شروع شد عالی ماشاءالله مردم میبینن که بخش دری هم کافی کار میشه، به این خاطر هم زیاد مردم در این سوال خواد کردن، لیکن این هرگز اینطوری نیست.